ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هر وقتی که الله عزوجل دعوای توحید و دلائل توحید الوهیت بیان کرد، بعد از اون میگه که با وجودی که به مردم عقل داده که باید فکر بکنه، مردم به دو گروه هستند. تعدادی هستند که غیر الله با کسای دیگه ایتو محبت میکنن، گویا که محبتشان به الله یا از الله کرده هم بیشتر باشه. اینقدر محبت با الله ندارن که با او چیزهای خود ساخته دارن. اما کسایی که ایمان دارن میفهمن که محبت از جمله عبادتهای قلبی هست. با او اندازه‌ای که امرای الله محبت دارن با هیچ کسی دیگه محبت ندارن، به خاطر که الله خالق همه محبت هست، خالق همه موجودات هست، خالق همه مخلوقات هست. پس اونا فقط و فقط کسایی که ایمان دارن و ایمان در قلبشان محکم شده، داخل شده، گرفته، وعی کرده، ایمان گرفته، زبانشان هم به اون ناطق هست، اینا اشد حبا لله، سخت محبتشان فقط امرای الله هست و بس. امرای الله و همرای دوستای الله، همرای الله و همرای دوستای الله، دشمنیشان امرای دشمنای الله، دوستیشان امرای دوستی الله، دوستای الله. پیامبر علیه السلام میگه که من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که به خاطر الله محبت کرد و با کسی به خاطر الله بغض کرد، گفت که من فلانی را به خاطر الله دوست دارم و فلانی بدمه به خاطر الله بد ببینمش، ابغض لله. و اعطى لله، به کسی چیز داد به خاطر خدا و به کسی چیز هم منع کرد، گفت نمیتم کافر از به این کمک نمیشه، و منع لله. 4 صفت که داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که فقد استکمل الایمان، یقینا این شخص ایمان خود کامل کرده، ایمان خود کامل کرده. پس محبت از جمله عبادتهای قلبی هست، عبادتهای قلبی هست. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه جمع از صحابه روان بود. حضرت عمر رضی الله عنه، عمر، صحابه به می خاطر بار میگیم که رضی الله عنهم و رضوا عنه، به می خاطر میاد در موردشان که اونا دل و زبانشان یکسان بود، قلب و زبانشان یکسان بود. با پیغمبر علیه السلام گفت یا رسول الله، امیتورم از کل یک کده دوست دارم، خاص خود کده دوستت ندارم. از کل یک کرده تو را دوست دارم اما از خود کرده دوست ندارم. پیغمبر علیه السلام در جوابش گفت که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. حدیث بخاری است. مؤمن شده نمیتونه یکی از شما تا او وقتی که من از این محبوب شوم، از خودش کرده هم باید مرا دوست داشته باشه، از اولادش کرده هم مرا دوست داشته باشه، از مادر و پدرش کرده هم مرا دوست داشته باشه، و الناس اجمعین، از تمام انسان ها کرده باید مرا دوست داشته باشه. حضرت عمر گفت که آل ازمی خود کردم تو را دوست دارم. پیامبر علیه السلام با دست دشانه عمر زد، گفت الان یا عمر، آل میگی که ما گفتم الان یا عمر، آل میگی، چون عمر تو وقت ازی خبر نداشت. کسی که پیغمبر که برش نگوید عمر از کجا میفهمه؟ رضی الله عنه. و من الناس، و هستند تعدادی از مردم ها، من کسایی یتخذو که میگیره من دون الله، بغیر از الله، اندادن شریک ها. انداد جمع ند، شریک را میگه، مثل مانند. این مثل مانند به این معنا نیست که بگویی که مثل که الله همین قسم ذات از هم باشه، علیاذ بالله. این خو هیچ کسی
تصور کرده نمیتونه و نتانسته از مخلوقات. پس انداد میشه در چیزهای دیگه اطلاق شد، در چیزهای دیگه اطلاق شد. قانون الله هست، بالای همسان با قانون الله قانون دیگه کس قرار دادن. پس این مثل ازی هست که امرای الله کس را شریک قرار بدی. الله متصرف هست، در تصرف امرای الله کس دیگر را شریک قرار دادن. پس این ند هست، امرای الله شریک ساختن هست. در قدرت، در سمع، در بصر، در همه اوصاف ذاتی الله عزوجل که شایسته ذات خودش هست، کس دیگر را شریک قرار دادن یا کس دیگر را به او مثابه دیدن. یا مثل محبت گفتیم، محبت عبادت قلبی گفتیم هست. خدا قلبت یک کس دیگر قدر دوست داری، اما قدر محبت که امرای الله داری، علیه بالله، اما قدر محبت که امرای پیغمبر داری، امرای از او نه، درست نیست. اگر با قلبت با الله محبت داری، با کس دیگه هم با مو قدر محبت که با الله داری، یعنی از الله را قانونش قبول میکنی، از او را هم باید قبول بکنی در مقابل قانون الله. باز این ند هست، شریک آوردن با الله هست. اندادن یحبونهم، این الهه باطلی خود را ایتو دوست دارن که حب الله، مثل که خدا را دوست داشته باشن. پس محبت به امرای الله خو عبادت قلبی هست. پس اینا هم چنان محبت با او بتهای خود ساختشان دارن که گویا فکر میکنی که علیاذ بالله شریک الله باشن. اما والذین آمنوا، کسانانی که ایمان آدارن، ایمان صادق، اخلاص کامل، اشد حبا لله، بسیار سخت هستند، شدید هستند در محبت امرای الله. الله را از همه ما سوایش دوست دارن، بیشتر دوست دارن. پیغمبران را هم دوست دارن، خب به مثابه خدایی نمیرساننشان. ملائکه را دوست دارن، خب به خدایی نمیرسانشان. صفاتی را که الله به خود لازم دیده به احد دیگه نمیده. حی، قیوم، متصرف، تنها کیست؟ تنها الله. پس هر آن چیزی که خاصه الله هست، دو تنها الله را شایسته دیدن، از مخلوقات او را از کلش دفع کردن، اینمی علامه محبت امرای الله هست. پس در نتیجه او روز گفتم که آیا ما میفهمیم که الله ما را دوست داره؟ میفهمیم. چطور نفهمیم؟ لآیات لقوم یعقلون، الله به ما عقل داده، درک داده. وقتی که انشاءالله به خاطر خدا 4 ساعت 5 ساعت خدا میم در خانش تیر میکنیم، این علامه محبت دوستی ما امرای الله هست و علامه ازی هست که الله ما را دوست داره. اگر الله ما را دوست نمی داشت انتخاب ما نمی کرد. پس میفهمیم که الله ما را دوست داره و افتخار میکنیم و الحمدلله میگیم و میگیم که الله این محبتت را بیشتر بساز. در این شک نکنین که الله ما را دوست نداره. خو نه، الله ما را دوست داره. این یک وسوسه شیطان هست، ما کجا و الله کجا، الله چطور ما را دوست داره؟ نه، دعا میکنیم که الله ما را دوست داشته باشه. خو اما نتیجه دوستی الله را میفهمیم دیگه. وقتی که حلال الله را حلال دانستی، حرامش را حرام دانستی، بفهم که الله تو را دوست داره. دوستی از هر دو طرف می باشه، از یک طرف نه. بلکه مثل که در فضائل ذکر گفتیم پیشتر، امی قدری که تو الله را دوست داشته باشی 1000 مرتبه که هیچ قیاس نبیه، الله تو را بیشتر دوست داره. اگر تو کت خود یاد میکنی الله را، الله تو را کت خود در نفس خود یاد میکنه. اگر تو پیش 5 نفر الله را یاد میکنی، ذکر الله را میکنی، الله تو را در ملای اعلی یاد میکنه، در ملای اعلی یاد میکنه. پس بفهمین که محبت الله هم نشانه داره و نشانه دوستی الله را ما میبینیم در خود که الله ما را دوست داره، با افتخار میکنیم. اما
هیچ وقت دی فریبیده نشیم، بازی نخوریم، دنبال از این نریم که دیگه خلاص الله ما را دوست داره دیگه خلاص برو دیگه چی عبادتش میکنی دیگه کار نه باز نتیجهش همی که دیگه هم عبادت الله باید افزون شود، بیشتر شود، باز بفهم که الله تو را دوست داره. دی اکتفا نکنی و هیچ نوع ریا و شبهه و سمعت خودنمایی دو نبیاید. ولو یرى الذین ظلموا، اگر ببینه آنان که شرک آوردن کفر کردن چی را ببینن؟ اذ یرون العذاب، آن وقت که اینا میبینند باز عذاب را در روز آخرت. اگر امو عذاب آخرت آل ببینن باز معترف میشن که ان القوة لله جمیعا، ان القوة لله جمیعا، قوت الله، قدرت کامله تنها از آن الله است. ان القوة لله جمیعا، قوت تنها از آن الله است. و ان الله شدید العذاب، و الله سختترین عذاب کننده است. الله سختترین عذاب کننده است. اذ تبرأ الذی، بس صرفی و نحوی داره ازش میگذاریم خب وقت کم است. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. چون در اینجا اگر صرف نحوی را بگوییم ترجمه آیت آسان است الحمدلله فهمیدیم، ضرورت به اون نیست که بگوییم در این جواب لو محذوف است چه قسم هست. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. الله اکبر. هنگامی که بیزاری میکنن رئیسا، اربابا، بزرگها از آنان بیزاری میکنن که اینا را پیروی کرده، به زیر قمندهشان رفته. او کدام هنگام هست؟ وقتی که ببینند ایشان عذاب را و اسباب و وسائل همش قطع شود. بالاخره میگند آنانی که پیروی کردند یا الله اگر یک بار دیگه ما را در دنیا ببری ما از این اربابهای باطل، از این رهبرای کاذب ما بیزاری میکنیم. مثل که امروز اینا از ما بیزاری کردن، مثل که امروز اینا از ما انکار کردن. الله میگه نه، من نشان میتم به هر کدام از یا جزای اعمالشان را و اعمالشان نشان میتم همو اعمالی که اگر اینا انجام میدادن با سبب از اعمال امروز از عذاب الهی در امان میبودن. و همو اعمالشان نشان میتم که او اعمال انجام دادن ولی قبول نشد، حسرت و ندامت میکنن و ایشان نیستن که از آتش دوزخ بیرون شوند. اذ تبرأ، یاد کنین وقت را برای مبالغه آمده در جدایی و دوری از کسی که همجواری او را در همجواری بد و بدانند، او را همجوار بد خود بدانند. پالیم هم نباش بد میایی، تعفن داری. الله عزوجل میگه وقتی که بیزاری کنند الذین، آنان که اتبعوا، پیروی کرده شده اند در دنیا، قماندانا، بزرگا، اربابها، اونا از کی بیزاری میکنند؟ من الذین اتبعوا، از پیروایشان که هر تر خوش که بزرگا را قبول کردن، مهر سکوت در دهنشان بود، حقایق نگفتن. من الذین اتبعوا و رأوا، و کلشان ببینن، هم بزرگها و هم پیروا، العذاب، عذاب را ببینن. کوه بزرگا به سبب فرمانهای ناحقشان و کوچکها به اساس پیروی ناحقشان از اونا عذاب را ببینن. و تقطعت بهم الاسباب،
و قطع شود در بینشان وسائل. وسائل اسباب جمع سبب. کدام وسائل؟ وسائلی که اینا بخشیده می شدن. وسائل در دنیا بود، توبه بود، عمل صالح بود، نیکی بود. کدام وسائل؟ امو وسائلی که یکی بلند بود یکی پایین بود. یکی امر میکرد، فرمان میداد، دیگه فرمان روا بود، فرمانش عملی میکرد. و قال الذين اتبعوا، میگن آنانی که پیروی کردند از رؤسایشان، لو ان لنا کرة، اگر باشه یک بار به ما رجعت، کره رجعتا، کرتن رجعتا، برگشت داشتیم به دنیا بریم، فنتبرأ منهم، یا الله ما از اینا بیزار هستیم، بیزار هستیم، کما تبرئوا منا، مثل که امروز ای رئیسا ای بزرگا از ما بیزار هستند، ما هم از اینا باز بیزار میشیم. چه قسم بیزار؟ دیگه باز در دنیا اگر ای را هم ببری مرا هم ببری، باز دیگه گپای اینا را ما قبول ندارم، باز دیگه به فرمانشان عمل نمیکنم، به گپشان عمل نمیکنم، گپشان قبول ندارم، فرمانشان قبول ندارم. فنتبرأ منهم کما تبرئوا منا. باز کمونیستا میگن اگر لنین و ما یک جای گشته به دنیا بریم دیگه هرگز باز از مکتب فرسوده عظیم پیروی نخواد کردم. کمونیستای افغانستان هم خواد گفت که ما دیگه هرگز از ترکی و امین لعین و از کارمل و نجیب و دیگه کمونیستا و امثالشان پیروی نخواد کرده و تقطع میبینن عذاب را. کوهو اگر این رئیسا راستی هم چیزی میبودن در اینجا عذاب را از خود دور میکردن، خودشان از ما پیشتر در این عذاب میسوزن. و تقطعت بهم الاسباب، و اسباب از ایشان قطع است. وقال الذين اتبعوا، و گفتن آنانی که پیروی کردن، لو ان لنا کرة، اگر باشه بر ما کرت رجعت، فنتبرأ منهم، پس ما از ایشان بیزار میشیم، کما تبرئوا منا، مثل که امروز اینها از ما بیزار شدن. الله در اینجا هم فیصله میکنه، کذالک همین قسم، یریهم الله، الله نشان میده به ایشان اعمالشان را، حسرات علیهم، ندامات، افسوس ها بالایشان. چه قسم؟ اما اعمال ریاکارانه را که انجام دادن قبول نشده، و اعمال را که او فرمان روایی را که از خداهای باطل خود کردن، اگر او را به خاطر الله انجام میدادن امروز ثواب داشت، پاداش داشت. و یا هم او اعمال را که اینا وقت داشتن برشان بیان شده بود، اعمال عمل نکردن، عقیده سالم نداشتن، اعمال نیکو نداشتن، عقیده سالم نداشتن، اعمال نیکو نداشتن. حسرات هست، ندامات هست، علیهم افسوس هست. و ما هم بخارجین من النار، و ایشان نیستن که از آتش دوزخ بیرون شوند، هیچ بیرون نمیشن، کافر مردن. یا ایها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. بعد از ذکر دلائل توحید، دعوای توحید، دلائل توحید ربوبیت و تقسیم مردم به دو گروه، کسایی که به جهنم میرن، یا سردارا و بزرگا هستند و یا هم پیروا، هر دو را امیدواری های کاذبانهشان هم بیان کرد. الله عزوجل در اینجا به ما فرمان میده. یکی از علامه های محبت الله میست که شما از این زمین بخورین چیزهای حلال طیب، چیزهایی را که الله براتون حلال گفته و پاکیزه هست، امور بخورین. و شما از خطوات شیطان، از قدمهای شیطان، از وسوسه های شیطان پیروی نکنید، چرا که شیطان به شما دشمن آشکار هست. دیدید که به آبایتان، به پدرتان، به آدم سجده احترام نکرد، طوق لعنت در گردنش افکنده شد،
دیدن که او قسم خورد لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. قسم خورد و دشمن آشکارتان هست. جز این نیست که شما را امر میکنه به گناه، به هر چیز بد و خاصتا به فحشا، به رذائل اخلاقی، و ای که شما بگوین بالای الله آن چیز را که نمیدانین، آن چیز را که نمیدانین. یا ایها الناس، ای مردم، کلوا بخورین حلالا طیبا، چیزهای حلال. اینجا یا صفت محذوف است و یا هم مصدر. اینطور میگیم که یا ایها الناس، ای مردم، کلوا شیئا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورین چیزهایی را که از زمین میآید و حلال طیب هست. پس انگور بخورین، خاز انگور که شراب جور میشه نخورین. چیزهایی که از او به ضررتان هست و الله شما را منع کرده استفاده نکنین. یا کلو اکلن، اکلن شیئا نه، اکلن همراهش میمانه مصدر، یا شیئا میمانن و یا هم اکلن. کلو بخورین اکلن، بخوردن مما فی الارض، از آن چیزی که هست در زمین. خمی اکل چی باشه؟ اکل ای باشه صفتش حلال باشه، طیبا پاکیزه باشه. ولا تتبعوا، و شما پیروی نکنین دی حلال و حرام، خطوات شیطان، از وسوسه های شیطان. خطوات جمع خطوه قدم را میگه، پس با قدم شیطان آخه نمیبینیم، وسوسه های شیطان همه خطوات شیطان هست. انه لکم، یقینا هست همین شیطان به شما، عدو مبین، دشمن بسیار واضح و آشکار. شیطان چی میکنه؟ انما یأمرکم، ما خود شما را امر کردیم که چیزهای حلال و پاک بخورین، اما شیطان یأمرکم، شما را امر میکنه بالسوء، به گناه. به گناه، این گناه در رأسش در عقیده، بعد از او در عمل، به شکل خاص، به شکل خاص. والفحشاء، برذائل اخلاقی، برذائل اخلاقی شما را منع میکنه، به خاطر که همراه شما قوه شهوت هست و از این قوه شهوت شیطان میخواد که بسیار خوب استفاده اعظمی خدا بکنه، تحریکت بکنه تا که تو به گناه دست بزنی. و ان تقولوا، و ای که شما بگوین علی الله، بالای الله، ما لا تعلمون، آن چیز را که نمیدانین. چی را نمیدانی؟ چیز را که نمیفهمی که حرام هست و الله را حرام نگفته، حرام نگو. چیز را که الله حرام گفته او را حلال نگو. پس به محکم قرآن عمل بکو، به متشابهش ایمان داشته باش، علمش به الله بسپار. باز الله عزوجل میگه که و اذا قیل لهم اتبعوا، کسایی که پیروی شیطان کردن، کسایی که پیروی شیطان کردن. یکی از علت پیروی شیطان از وسوسه های شیطان تقلیدهای به اساس هست، تقلیدهای به دلیل هست، تقالید کورکورانه هست. هرگاه که برشان بگویی پیغمبر علیه السلام و این مسلمان ها که چیزهایی را که شما انجام میتین این کار درست نیست، شرعی نیست، باز میگه ما به می پدرهای خدا یافته بودیم، ما به مو دین و مذهب آبایی خود هستیم. در جواب برشان بگو که آیا پدرهایتان بود که هیچ چیز نمیدانست و نه هم راهیاب شده بودند، اونایی که پدرهایتان نمیدانست یا ای که از دایره ایمان بیرون مردن، مشرک مثل مشرکین مکه، خود در حق اونا شما پوزش و مغفرت هم خواسته نمیتونید. و یا همی که مردن گناهکار مسلمان بودن، خود تو وقتی که خبر شده که عمل پدر من ناشایسته بود، عمل مادر من ناشایسته بود، برش دعای مغفرت بکو. ورده اگر تو هم باز امو اعمال و کردار پدر جان پیش بگیری، مادر جان پیش بگیری، با وجودی که بفهمی که اونا در اشتباه بود، در حقیقت گناه از او را افزونتر میکنی، عذاب از او را افزونتر میکنی. و اذا قیل لهم، و وقتی که گفته شو برشان، اتبعوا، پیروی بکنید، ما انزل الله، آن چیز را که الله نازل کرده، قالوا، باز میگویند بل نتبعوا،
بلکه ما پیروی میکنیم ما آنچه را الفینا وجدنا که ما پیدا کردیم، الفینا وجدنا ما پیدا کردیم، علیه بالای امو عمل، آباءنا پدرای خود را. این خود گپ اینا بود. قرآن میگه اولو کان آباءهم، آیا نبود پدرایشان بلکه بود لا یعقلون شیئا که هیچ چیز را نمیدانستند، اونا خو معصوم نبودن، ولا یهتدون و نه هم راهیاب شده بودند. چرا از اونا شما اتباع میکنید؟ نرو که میله گل سرخ نیست، نرو که جشن نوروز نیست. پدرم هم رفته بود، پدرت خدا مبخشه که رفته بود. تو به پدرت عفو بخواه از الله، مغفرت بخواه، بفهم کی نیست. ای جنده و سوته هیچ چیز کرده نمیتونه. بچه نامزاد شده، دخترم نامزاد شده، این طرف نوروز روان است، بیار برش نوروزی، ببر برش نوروزی. خواه حرام برادر میره نکو حرام هست، در شریعت نیست. احترام از نوروز عید مجوسیت هست. اینا باز روان هستیم به طرف شاستاستای مقدمه است تا که خب جلوش از او بکشیم. حرام هست. ولا پدرم میگفت که وقتی که مادرم هم نامزاد شده بود برای جلبی چی برده بود، مایی برده بود به خاطر نوروزی، کالای نوروزی برده بود دیگه. ما از پدر و مادرم چی کم هستم؟ خلاص دیگه. ما وجدنا علیه آباءنا، ما یافتیم به کار الفینا علیه آباءنا. پدرای خود هم کی کار میکردن. اگر تو پدرت دوست داری، مادرت دوست داری، بر اونا دعای مغفرت بکن. برای بچهش سالگیری میگیره که باز بینی که در سر چیز کیک نامش هم نوشته کرده سالگیری تبریک. این از کجا کردی؟ در دین نیست. این آمد از سالگیری و سالگرد تجلیلش از نصارا خبر داری؟ یعنی از نصارا آمده. کونا سالگرد عیسی علیه السلام تجلیل میکردن، از اوجا آمده، نیست در دین. ولی پدرم به ما هم سالگیری کرده بود، من هم به بچه خود میکنم دیگه. خلاص باز در دلش یک گپ میگرده. شیطان از کدام راه هم میه، ناامید میشه. نکش، ذبح نکو. این مرغ را پیش پای عروس، پیش پای شاه در دین نیست. این ذبح به غیر الله هست. نکو، حرام هست، شرک هست، به خدا شرک هست. ولی باز در دلم یه عروس شاه یک چیزی میگرده که هیچ ما را احترام نکرد. شیطان از راه های مختلف میه که گمراه کنه. خب از راه های مختلف، با انگیزه های مختلف، با انگیزه های مختلف. پس تو اگر نشانه و علامه محبت الله را در خود جستجو میکنی، با اینمی تقالید، با اینمی عنعنه های باطل مقاومت بکن، مقاومت بکن، قبولش نکو. در عروسی نکو دنگ و دنگ به رقم نیست. یک دایره میزنی بزن خلاص. این شانه پرانکا نیست. ولی چه رقم میشه؟ باز مردم چی خواهد گفت؟ میگه که عروسی از این مردخانه بود، فاتحه خوانی وارد بود. پس کلش ما وجدنا علیه آباءنا، ما الفینا علیه آباءنا. تقلید عبارت از قبول کردن قول کسی بدون دلیل. این را تقلید میگن در لغت. تقلید در لغت پیروی یا پذیرفتن قول از کسی بدون دلیل، بدون خواستن دلیل. او کرد ما میکنم، همین تقلید هست. پس این تقلید دو نوع هست. یکی تقلید مذموم هست که در گناه از کسی پیروی میکنی مثل همیجا. یکی تقلید ممدوح هست. تقلید است که ما در تخریج یک حدیث نمیفهمم، از یک عالم نقل میکنم، میگم حافظ ابن حجر عسقلانی حدیث ضعیف گفته یا قوی، یه هم تقلید شد. ولی تقلید حرام نیست. در این مسئله امام ابو حنیفه این نظر داده و او امام بود. مسائل اجتهادی هست، مسائل اجتهادی هست.
ما از امام ابو حنیفه پیروی میکنم در مسائل اجتهادی است، این تقلید حرام نیست، ولو که ما دلیلش بفهمم و یا هم نفهمم، و یا بفهمم و یا هم نفهمم. مردم عوام، مردم دکاندار، نانوا از چی و بفهمه که 4 فرض وضو هست؟ ترجمه قرآن هم نمیفهمه و از کجا استنباط بکنه؟ خب میگه کتابای فقه گفته که فرایض وضو 4 تا هست، پس تقلید شد. تقلید ممدوح، تقلید خوب، این تقلید هست در دین، این تقلید هست. قدری گفته که فرایض وضو 4 تا است، قدری گفته که شرایط نماز، شروط نماز 6 تا است، ارکانش مثلا 7 تا است، واجباتش اق است، سننش اق است. پس این کل نوع تقلید شد. باز دیگه دین شما خورتره کم جور نکنین. دین قطع نیست و نه هم دیگه حمام است که هر چیز داشت بندازیم. این نمینه و تقلید را که تقلید ممدوح ما میگیم، برخی که از معنی تقلید براین بازنام از این را اتباع میمانند. اتباع پذیرفتن قول کسی همراه دلیل، همراه دلیل. اتباع پذیرفتن قول کسی، رأی کسی با دلیل، پس اتباع هست. اینمی اتباع در حقیقت امرای اونمو تقلیده که در اعمال نیکو با دلیل باشد. چی فرق داره؟ هیچ. باز تعداد از دوستای ما هست که دیگه سر خدا میزنن که یکی اتباع است که تقلید است، یکی اتباع است که تقلید است. نه، تقلید ممدوح، تقلید شرعی که در مسائل اجتهادی است، در مسائل بخش عقیده نه. در بخش عقیده تقلید از هیچ کسی نمیشه. در بخش عقیده، در مسائل عقیده تقلید و اجتهاد از خود جای نداره. تقلید و اجتهاد در مسائل فروعی فقهی است، در مسائل است که در اونجا نقل نیست، نص نیست، در اونجا ما تقلید میکنم. اگر این تقلید میگی، اگر اتباع میگی، الله میسم الحق مغفرت بکنه. وقتی که ما تفسیر میخواندیم گفت هر کس مناظره هم میکنه بکنه، که فرق بین از تقلید و اتباع یکی هست. شیخ حسن جان الله مغفرت بکنه گفت که من در جامعه مدینه بودم، یک روز در کتابخانه کتاب میخواندم. امام البانی رحمه الله که استادش بود در حدیث، 4 سال از درس خوانده بود. چون او غیر مقلد بود، البانی گفت به من، گفت که امی تو خو حدیث را میفهمی، حدیث را میفهمی، دیگه چرا تقلید میکنی؟ گفت من برش گفتم که این تقلید خو اگر هدفش گرفتن دامن کسی باشه و یا هم آستین کسی باشه، خو مرده رفته. ولی تقلید عبارت از پیروی قول کسی هست. چون به خاطر که شیخ حسن جان الله مغفرتش بکنه گفت، من گفتم که من خو استاد جاهل هستم، نمیفهمم، پس من مجبور هستم که زمانی که یک حدیث میگم که فلان عالم در مورد از جرح و تعدیل حدیث چی گفته. ائمه جرح و تعدیل ما چند نفر گفته بودیم؟ 4 نفر. 4 نفر معروف هست. فلانی تو گفتن. پس آیا امی تقلید شد و یا هم نشد؟ گفت که الله مغفرت بکنه البانی را. گفت باز به ما گفت که وقتی که تقلید مرده ها را میکنین چرا تقلید زنده را نمیکنین؟ گفت هدفی بود که خیلی دیگه تقلید ما را بکن. شیخ حسن جانم الله مغفرت بکنه زبان بسیار تیز داشت، دلایل منطقیش قدر تیز بود که من دیده بودم. گفت ما برش گفتم صاحب این زندای ما که هست، خب مردم منطقیش کلش قبولش نداره، کسی رایدش میکنه کسی تاییدش میکنه. چون به خاطر که خود البانی را هم رحمه الله استاد است، امام است، ما تا او رسیدن بسیار فرق است. خب چون او را هم برخی علمای خاصتا حنبلیا جرحش کردن. گفت که امامای فیلی را، عالمای فیلی را منطقی مردم خود منطقیش کلش قبول نداره، اما با ائمه 4، با امامای 4گانه
اینجا خو امت اجماع دارن در تقوایشان. کی هست که بگوید ابو حنیفه دروغگوی بود؟ کی هست که بگوید امام مالک دروغگوی بود؟ امام شافعی دروغگوی بود؟ علیه بالله. احمد بن حنبل این قسم بود؟ نه، اونا خو امت اجماع داره قبولشان داره. پس اتباع پذیرفتن قول همراه دلیل و یا هم تقلید در امور اجتهادی که من میگم تقلید در امور اجتهادی در آن چیزی که نص نباشه هر دو یکی هست. هر دو یکی هست، فرق نداره. هر قدر کسارت بزنی پس هم یک گپ میه. ناروا نیست بر یک عالمی که بر یک کسی که هیچ چیز نفهمه پرسان بکنی. در علمای معاصر ما مثلا حدیث بگویم که حدیث البانی در سلسله صحیحش یا سلسله ضعیفش گفته که خوب است یا خراب. مولا علی قاری در موضوعات الکبرى رو گفته، ذهبی در تذکرة الحفاظ رو گفته، ابن حجر در تهذیب در تقریبش اتر گفته، در تهذیب و تهذیب اتر گفته. پس امی قول از او را نقل کردن تقلید شد نشد؟ شد. پس قدر نه یک طرف برین با افراط ما هم دیگر طرف با تفرید برین. آباءنا اولو کان آباؤهم، آیا بود پدرایشان لا یعقلون شیئا که هیچ چیز را نمیفهمیدن ولا یهتدون و نه هم راهیاب بودن. قرآن مثال میده، مثال آنانه که کافر شده بالای اونا آواز میکنه، مانند کسی هست که حیوانی هست که آواز میشنوه ولی جواب نمیده. پس این کفار و همین قسمی خداهای باطلی شما از او بدتر هستند. اونا کر هستند، کور هستند، گنگ هستند و کور هستند و هیچ چیز را نمیدانند. و مثل الذین کفروا، و مثال آنان که کافر شدند که مثل الذی، مانند مثال کسی هست ینعق، مانند حیوانی هست که جز صدا را چیز دیگر نمیشنوه. بانگ میزنه خودش جواب برات داده نمیتونه و نه هم آواز تو را تفکیک کردن. ینعق، نعق آواز کردن، بما با آن چیزی لا یسمع که نمیشنوه الا خو مگر دعا ان آواز کردن را، و ندا ان چیغ زدن فریاد کردن را، بانگ زدن را. صم الا دعاء و نداء ای صوتا لا یفهم معناه، آواز را میشنوه که معنایش نمیفهمه. صم، ایشان کر هستند، بکمون گنگ هستند، عمیون کور هستند، فهم لا یعقلون، ایشان تعقل نمیکنند، نمیاندیشند. اینا گوش دارن حق را نمیشنوند، زبان دارن حق را نمیگن، چشم دارن حق نمیبینن. پسی به مثابه اونمو حیوانی هست که آواز میشنوه جواب داده نمیتونه. الله مثل کو طرف گفت یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. در اینجا دوباره مسلمان ها را امر میکنه که شما اگر میخورید از چیزهای پاکیزه بخورید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردین، کلوا بخورین من طیبات ما رزقناکم، از آن چیزهای پاکیزه که ما براتان روزی دادیم. واشکروا لله، در مقابل از نعمت ها شما شکر الله را بکنین، هرچند شکر الله را کامل بجا آورده نمیتونین. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. ان کنتم، اگر هستین شما ایاه خاص امی الله را عبادت میکنین، تعبدون عبادت میکنین. پس اگر الله را تنها عبادت میکنین از چیزهای پاکیزه و حلال استفاده بکنین و بعد از استفاده شکر نعمت الله را ادا بکنین. الحمدلله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. اگر میمان میریم جای به صاحب خانه دعا میکنیم، افطر عندكم الصائمون و اکل طعامكم الابرار و نزلت عليكم السكینه و غشیتكم الرحمه و حفتكم الملائکه و ذکركم الله فی من عنده. خب ما اگر جای میمان شدیم، باز اگر نانش خوب مزه ما داد بدل ما بودی دعا را میخوانیم، اگر نبود باز نه، باز میگیم برده که خدا تر خیر بده. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر هستین شما راستی الله را عبادت میکنین. الله دی حلال طیب
از برخی چیزهای حرام شما را منع کرده. پس اگر شما راستی هم الله را من حیث ربتان قبول دارین، آن چیزهایی را که الله شما را منع کرده از او شما خودداری بکنین. انما حرم علیکم المیته، یقینا الله حرام کرده بالای شما خود مرده را، میته خود مرده را، و الدم و خون مسفوح را، و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر، و ما اهل به لغیر الله، آن چیزی که ذبح همیشه به غیر نام الله. فمن اضطر، پس هر کسی که اگر مجبور شد در حالت مخمصه میخورد، بخوره غیر باغ ولا عاد، در صورت که علاقمند به خوردنش نباشه، به لذت بردنش نباشه از همین چیز، ولا هم تجاوز از حد بکنه، از حد گرسنگی زیاد نخوره، اما که فقط گرسنگیش دفع شوه. غیر باغ ولا عاد همین معنا. فلا اثم علیه، بالایش گناه نیست در خوردن اما قدر ما یکفا. ان الله غفور رحیم، هر آینه الله بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است. انما حرم، جز این نیست که الله حرام کرده به حرمت قطعی. این آیتی که در ابتدای سوره مائده میه که از جمله سوره های تحلیل و تحریم هست، و همین قسم آیتی که در سوره نحل میخوانیم که چی حلال است و چی هم حرام است. برخی از او را الله عزوجل در اینجا به شکل یک قاعده کلی میگن. حرام شده بالای شما المیتت، خود مرده. خود مرده، خود مرده به دو معنا، به دو قسم. یکی خود مرده ای که خود از او حیوان مردار هست، حرام هست. اگر بالای از او تو 100 بار الله اکبر بگویی باز هم حرام است. پس خنزیر هیچ وقت با الله اکبر به ذبح شرعی حلال نمیشه. خود مرده که حلال هست، حلال هست ولی ذبح نشده، پس در صورتی که ذبح شرعی هم نشده حرام هست، هرچند گوسفند و گاو باشه، هرچند گوسفند و گاو شتر باشه. حیوان حلال پیش از ذبح خود مرده حرام هست. در حالت ذبح به نام غیر الله ذبح شده حرام هست، ولو که نام ملائکه باشه، ولو که نام پیغمبر باشه. ما مثل که در بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم که هرگاه ما اگر ذبح بکنیم گفته نمیتونیم بسم الله الرحمن الرحیم، اوجا بسم الله الله اکبر میگیم، به خاطر که ریختاندن خون این خلاف رحمان و رحیم هست. باز در اوجا میگیم الله اکبر. حتی گفته نمیتونیم بسم الله و محمد و رسول الله، بسم الله و جبریل و میکائیل و اسرافیل، نه، فقط به نام الله. پس میته یا حیوانای حرام هست که اگر 100 بار الله اکبر بگویی هم حرام است. میته همو حیوانای حلال هست که قبل از ذبح مردن، گوسفند است دم کرده، گاو است دم کرده مرده، حرام است. میته امو حیوان حلال هست که ذبح شده ولی به نام غیر الله حرام هست. ذبح شده به طریقی شرعی ذبح نشده، الله اکبر بالاش گفته نشده، توسط ماشین ذبح شده، توسط سیخ ذبح شده، پس خون دم مسفوحش نریخته، الله اکبر به نیت ذبح از طرف شخص بالاش گفته نشده، در کامپیوتر گفته شده، در سر تیغ نوشته بوده، این کل حرام هست، کل میته هست. و از همون خاطر گوشتایی که به نام گوشتای هندی یا پاکستانی یا هر بلای میه که اگر به ذبحش ما مشکوک هستیم، گوشتای شرکتی خوردنش درست نیست. و ما اهل به و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر به هیچ صورت حلال نمیشه. و ما اهل به لغیر الله، آن چیزی که ذبح میشه به نام غیر الله، به نام های دیگه.
فمن اضطر پس هر کسی که مجبور شد از این استفاده میکنه بخوره غیر باغ ولا عاد بدون از اینکه بغاوت بکنه و تجاوز بکنه، در صورتی که نه علاقمند به خوردن و لذت بردن از این باشه و نه هم متجاوز از حد که گرسنگیش خلاص میشه از او اضافه تر. فلا اثم علیه، بالایش هیچ گناه نیست. ان الله غفور رحیم، هر آینه الله عز و جل بخشاینده و مهربان هست. ان الذين یکتمون، یقینا آنانی که پنهان میکنن ما انزل الله، یهود آن چیز را که الله نازل کرده، من الکتاب، از کتاب، از قرآن، به خاطر چی؟ و یشترون به ثمنا قلیلا، و میگیرند در بدل این پنهانکاری خود مال متاع دنیا، هرچند اگر کل دنیا هم باشه. پیش زیاد گپ زدیم. اولئک، من گروه که هست، ما یاکلون، نمیخورند، فی بطونهم، در شکمایشان، توسط مالهای حرام، الا النار، مگر آتش را، ولا یکلمهم الله، و الله امرایشان سخن نمیزنه به سخن نیکو، یوم القیامت، در روز قیامت، ولا یزکیهم، و نه همیشان را پاک میکنه از گناه. در سوره آل عمران میخوانیم ولا ینظر الیهم یوم القیامت ولا یزکیهم، به نظر رحمت سرشان نمیبینه. ولهم عذاب علیم، و هست برشان عذاب دردناک. اولئک، همین گروه کسانی هستند، اشتروا که اختیار کردن، گرفتن، الضلالت، گمراهی را، بالهدى، در عوض هدایت، والعذاب، و گرفتن عذاب را، بالمغفرة، در بدل مغفرت. فما اصبرهم على النار، فما اصبرهم، ترجمه فما اصبرهم على النار امیست که چی چیز اینها را جرأت داد که آتش دوزخ قبول کردن. فما اصبرهم على النار، چی چیز اینها را جرأت داد به قبول کردن آتش، برفتن به طرف دوزخ. ذالک، ای خاطر، بان الله، کل احکام به خاطر که الله نازل کرده کتاب را، قرآن را، بالحق، و آنان که اختلاف میکنند در مورد کتاب، در مورد قرآن، و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید، هر آینه اینا در گمراهی دور از حق هستند. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير.